سلام بینندگان تلویزیون صفا، درودی بی‌پایان به تمام تاجیکان که امروز در سراسر جهان اقامت میکنند و زبان ناب تاجیکی و تاریخات و بای و فرهنگ پرقنوات تاجیکی را ترغیب میکنند. در یکی از صحبت‌ها با استاد احمدی مرید گفتن که در فرانسه وقتی که ما صحبت میکردیم، یعنی به زبان دری و تاجیکی، مردم فرانسه به ما به یک نظری می‌نگریستند که گویا ما سرود میخونیم. یعنی تا گفتن که ما فکر می‌کنیم شاید دو نفر سرود میخونده است. یعنی این زبان یک زبان نظم و زبان نثر و زبان ادبیات و زبان تاریخات است. چون امروز در سراسر فدراسیون روسیه و به خصوص در سراسر کشورهای ازبکستان و تاجیکستان یک چیز وردی زبان است، یعنی یک واژه مهاجرت. از جمهوری تاجیکستان بیش از 1 میلیون نفر مهاجران مهنتی در فدراسیون روسیه کار و فعالیت میکنند و البته در تمام روزها و در تمام مثلا هفته و ماهانه قسمتی هستند که زندگی خوب ندارند، یعنی مشکلاتی از نداشتن اسنادها، مشکلات مالیوی و مشکلات قسمت‌های دیگری اجتماعی را دارند. به همین خاطر چند هفته قبل نیازهای داخلی فدراسیون روسیه یا نیازهای داخلی شهر مسکو تعداد زیادی مهاجران را در یکی از شهرک‌های خیمه‌دار، یعنی که در شهر مسکو تعیین نمودند، بازداشت کردند و اونجا محبس کردند. به یک طوری مثلا که درست باشد که بازداشت نمودند و از این یک سر و صدای خیلی بلند شد. یک قسمتی مردم کارشناسان در اینجا سیاستمداران را مثلا گناهکار می‌ساختند، قسمتی دیگری مردم اینجا خودی مهاجران را گناهکار می‌ساختند، قسمتی سوم اینجا کاردهندگان را گناهکار می‌ساختند. پس امروز در استودیوی ما کارشناس مسائل سیاسی و مثلا قسمت زیادی عمرشون در مسکو گذشته ایستاده است و در مسائل مهاجرت یک تجربه خیلی بای دارند. استاد دکتر عبدالله دولت، رئیس اتحادیه تاجیکان فدراسیون روسیه. سلام استاد عزیز. سلام. شما را به استودیو صفا خیر مقدم میگویم. برای شما یک سوالی نخستین همین است که عموما فعالیت جمعیتی که شما عموما از مهاجران زیادتر وابستگی دارد. چی حال داره امروز مهاجران در کل در فدراسیون روسیه در شهر مسکو؟ وقتی که ما اولین سالها در روسیه بودیم، ما می‌خواستیم که همین ملت ما یک ملت فرهنگی، یک ملت تمدن ساز، یک ملت تاریخدار معرفی شود. ولی افسوس با امر تقدیر، امر زمانه چنین شد که تاجیکان همچون یک ملت صادرکننده مهاجر امروز معرفی شدند و مشکلات زیاد. افسوس که سال تا سال وضع مهاجرت بهبودی ندارد، بلکه وزنینی آورده ایستاده است. این سال 2013 برای مهاجران کاری، نه تنها تاجیک، عموما مهاجران کاری و شهروندان خارجی که در روسیه هستند، مشکلات های زیاد پیش آمد. برای آنکه قانون ها از 1 ینور امسال قانون های عاید مهاجرت و بدوباش شهروندان خارجی در روسیه وزنین شدند و علل خصوص اون مهاجران مهنتی که غیر قانونی اینجا فعالیت داشتند. غیر قانونی یعنی که سری وقت اجازت نامه کاری نگرفتند یا پتن نگرفته بودند، وزنینی های زیادی را قانون پیش بینی کرده بود و ما هم از اول سال توسط وسایل اخباری آمد، توسط سامانه‌های اینترنتی به هموطنان اطلاع می‌دادیم، در واخوریان میگفتیم. افسوس که بعضی پیشگیری ها در این راه از طرف مسئولان رسمی نشد و امروز و خیلی وضع مهاجران وزنین شده است. و اول وضع حقوقی، یعنی امکانیت های قانونی کردن آنها خیلی محدود است، مشکل است، مشکل است. و بعد وضع اجتماعی، اگر با نظر داشتی آن که حاضر صف مهاجران تاجیک را با افسوس و شرمنده‌آور قید کنیم که خانم ها و نابالغان خیلی زیاد شدن، وضع اجتماعیشون هم خیلی وزمین است. خب اینجا میریم به یک سوال دیگر. وقتی که یعنی مهاجر را دستگیر میشوند، یعنی بازداشت میشوند از طرف نیازهای داخلی فدراسیون روسیه، اینا گناهکار میشن، اینا رد مرز میشوند از اینجا، نه که یگان کار دینده
یا که نیازهای دیگری که امروز به این سرکاردا برای قانونی گرداندن مهاجران اینجا سرکاردارن، مقصد از جمله نیازهای دولتی که از جمهوری تاجیکستان امروز اینجا فعالیت میکنه، از اون تاجیک خارجه کار است، اما خدمات مهاجری جمهوری تاجیکستان است، اما سفارت تاجیکستان است، اما کنسولخانه تاجیکستان داده. برای چی اینها به خودشون چیزی رو نمیشمارن که در اینجا گناه اینا هم هست یا نه؟ این خیلی سوال جالب است و خیلی سوال مهم است، شاید که سواد کلیدی باشد در این موضوع وضع مهاجران تاجیک امروزه. گیریم که خود نهادهای طرف روسیگی وقتی که همین تصمیم‌ها را گرفتن درباره از مرز روسیه بیرون کردن مهاجران مهنتی، و ما در جلسه هم در واخوری هم چندین بارها گفتیم که شما از دوم پوست نکنید، اگر 4 بار وای میکنید از سر گیرید، بیایید اول همون کارفرماهایی که قانون شکنی میکنند و غیر قانونی مهاجران رو به کار میگیرند و به این وضع رساندند، از اونها رو مجازات کنید. بعدا همون مسئولان دولتی که به این احوال رساندند و در یک جایگی با همون گروه های جنایی استثمار میکنند مهاجران مهنتی رو، از اونها رو مجازات کنید. و اون نماینده های ساختارهای قدرتی پلیس که اونها هستند اصلا پشتیبانی میکنند از همون گروه های جنایی که استثمار مهاجران مهنتی میکنند، اونا باید مجازات شوند. مهاجران مهنتی خود در این سلسله در آخر قرار دارند و بیچاره ها ظلم میبینند، هم از طرف قانون های خامی دولت، از طرف دیگر ظلم میبینند از طرف اون فساد زده های ساختارهای دولتی و قدرتی، و از طرف دیگر ظلم میبینند از نهادهای ساختارهای رسمی تاجیکستان که اینجا نمایندگی دارند. اگر ما درباره مهاجران مهنتی تاجیکستان میگیم، خیلی که قید کردید سفارت جمهوری تاجیکستان، کنسولگری های تاجیکستان و نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان و تاجیک خارجه کار که اینجا هستند، اونها باید منتظر آن نباشند که یک مهاجر مهنتی معیوب می شود یا کشته می شود یا با مشکلات گرفتار می شود که بعد اونا بگیرند اخبارات فرستند طرف تاجیکستان. اونا باید پیشگیری کنند، اونا باید شرایط مهیا کنند برای شهروندان وطنشون، اونایی که از بودجه کساد دولت تاجیکستان مبلغ‌های هنگفت میگیرند و اینجا اومدند استاتوس دیپلماتی دارند، با جای خواب تامین هستند، خودروها دارند، ماشین ها دارند و مبلغ ها میستانند. این همه بودجه تاجیکستان از حساب همین مهاجران مهنتی است و اونا یعنی موظف هستند در پیش مهاجران مهنتی قرضدار هم هستند، ولی افسوس که این کرونا میشه. چون امروز شما سروری جمعیت های مقصد ملی تاجیکان را دارید، برداشت دارید اینجا در شهر مسکو، اینجا ریاست عالیش است، در پیوستگی به سفارت وقتی که همین چیزها قانون های نو میبرند یا سفارت چیزی را در مسائل مهاجر میداند، همراه شما صحبت میکنند، یک جلسه تشکیل میکنند یا نه؟ پیشنهادهای ما هم همین بود با جانب کورپوس های دیپلماتی تاجیکستان از جمله سفارت تاجیکستان که اگر همکاری زیچی نباشد، یک همکاری و منفعت هموطنان تاجیکستانی ما نباشد، کار پیش نمیرد. امروز ببینید که چی است، هر مشکلاتی که در نسبت مهاجران تاجیک پیدا میشد در تمام سرتاسری روسیه، چی وسایل اخباری عامه و چی از طرف دیگر ساختارهای رسمی تاجیکستان که میخواهند کمک کنند به هموطنان، اونا مراجعت یا که ساختارهای طرف روسیه مراجعت میکنند به سازمانهای جمعیتی، ولی سازمانهای جمعیتی ما سازمانهای جمعیتی روسیگی هستند و نامنویس اینجا هستیم و اینجا ما این سازمانها رو تشکیل کردیم برای معرفی فرهنگ، تمدن، تاریخ بای ملت خودمان اینجا، ولی امروز با تقاضای ایمان و اجباراً و خواهش خودمان میبینیم که وضع ناگوار است، مهاجران میریم کمک میکنیم و در همین سم عجیب این است که وقتی که ما دلیل هم داریم و مکتوب هم مینویسم و سفارت رسما یا که با کنسولگری بود این واقعه ها، نماینده هم رو میفرستم میگم شهروند تاجیکستان به همین محتاج همین کمک است، از شما احترامانه خواهش میکنیم که به شهروند خودتان کمک کنید. اونا میگن که سازمان شما در نزد سفارت اعضای شورای سفارت نیست، در نزد سفارت نامنویس نیست و ما با شما همکاری نمیکنیم. این مگر خنده آور نیست که ما یک سازمان تشکیلات روسیگی برای چی در نزد سفارت شما نامنویس شویم؟ این یک. دویم خوب است و با راه‌های قانونی که ما اونجا نامنویس شیم، با کدام راه؟
اونجا نام نویسیم. این دو و از همه مهمش وقتی که ما آمدیم برای کمک به یک شهروند تاجیکستان و در بالا گفتیم که اون از حساب همین شهروندای تاجیکستان شما اینجا معیشت دارید و ما اومدیم برای کمک، چه فرق دارد که ما در کجا نامنویس هستیم یا نه؟ مهمش آن است که باید به همون مهاجر مهنتی یا به همون شهروند تاجیکستان شما کمک رسونید، ولی که اونها این رو کار نمیکنن. خب دوستان عزیز، چون که بدونم اینجا باز از جمعیتی یعنی عمومی آذریا و ارمنیا این سوجی دارن، از تجربه اینا یعنی اینا با سفارت ها چه خیلی مناسبت میکنن با سفارت خودشون کشورشون که اینجا هستن؟ خب مناسبت های خوب هم هست، در اونها همکاری ها هم دارند. اونها مشکلات مهاجرتشون اینقدر زیاد نیست و همکاری های فرهنگیشون خیلی خوب است و عموما همین مشکلاتی که در امروز همین واژه تاجیک را باید شرمنده‌وار اقرار شدیم که واژه تاجیک همچون یک سینونیم واژه مهاجر شده است. از نااهده برایی همه ماست، از نااهده برایی چه ساختارهای در نمایندگی رسمی تاجیکستان در اینجا و چه سازمان‌های جمعیتی که نتونستیم یک با هم بیاییم و گرد یک میز شینیم. چه خیلی که گفتید همچون برادران ارمنی یا آذری یا دیگر و دیگر یک همکاری مشترک، یک برنامه مشترک در دستگیری هموطنانمون داشته باشیم. اون ملت ها موفق هستند، بسیار چاره‌بینی‌هایی هم دارند، بسیار کوشش‌هایی هم میکنند و موفقشون هم در همین است که در همون سمت‌هایی که برای منفیت ملی و وطنی تاریخیشون هست اونا در همون سمت‌ها مشترک کار میکنند. ما افسوس که در همون سمت‌ها هیچ نمیتونیم که به هم بیاییم. وقتی که من اینجا در براستی اگر آشکارا گویم ما دیدیم که در نمایندگی رسمی تاجیکستان که اینجا هستند اونجا یک خودخواهی، یک منفیت جویی و همین چیزا است، دیگر هیچ. نخواد که نمایندگی رسمی با فقط معلومات نامه فروشی کنند یا که اجازت نامه کاری یا که مثلا با قیدگیری که این مسئولیت اونا نیست، اون وظیفه اونا نیست، این بالاتر از این غیر قانونی است در اینجا اون فعالیتشون. درست است. چون استاد اشاره کردن که یعنی قسمت مقاماتی که امروز از تاجیکستان عزیزی ما اینجا فعالیت میکنن یعنی به تشکیل کردن کارهای تشکیلی اسنادهای شهروندی و اسنادهای مهاجری مشغول هستند، این خوب است. اما یک چیز سوال اینجا میاد که پس برای چی در میان تمام مهاجرانی که امروز از سابق اتحاد شوروی از تاجیکستان در امروز در روسیه فعالیت میکنن تنها مهاجران تاجیک زیر عقوبتند و دیگه معلوم نیست؟ پس سوال دیگر از استاد ما خواهش میکنم پرسیم که امروز این کاری که نهادهای داخلی فدراسیون روسیه در سیمای من نظر دارم نهادهای داخلی شهر مسکو اجرا کردن و یک قسمتی مهاجران حدود 500 نفر مهاجر را در این شهرک خیمه‌دار نگاه داشته هستند و تقریبا 27 نفر مثلا شهروندان تاجیکستان که طول یک هفته اینجا هستند. نظر شما این از نظر انسانی و حقوقی از چی هستین؟ باید باشه نه؟ از نظر انسانی این شرمندگی است، از نظر سیاسی ضربه سخت منفی به ایمیج روسیه است، از نظر قانونی غیر قانونی است و این را بنده در رسانه‌های خبری روسیه گیم و در واخوری‌هایی که داشتیم در این چند روز با نهادهای مسئول طرف روسیه و مسکو این را هم گفتیم و باز هم گفتیم که یک عجایبات کار رو ببینید. همین هفته گذشته در پوشکین شهر پوشکین ولایت مسکو یک سرگی مسلوف گفتگی نفری را که با فاشیستان گیتلری یک جا بوده، همین پدران و باباهای همون پلیسی که امروز مهاجران مهنتی را مجازات میکنند همونا را میکشت، همون فاشیست اونا سود کردند و دادگاه قرار برآورد که خوب پیر شده است اونا ببخشید ماند خانه و چیزای غیر قانونیش با او باشد. و من در یک جلسه ای که در با نهادهای رسمی طرف روسیه بودند گفتم ببینید که پدر و باباهای همین مهاجران مهنتی در یک جایگی با پدر و باباهای همون پلیس هایی که امروز اونها را ظلم میکنند در یک جایگی بر مقابل فاشیست ها می جنگیدند. مسکو و روسیه را از اون وبای فاشیستی خلاص کرده بودند، امروز اون فاشیست را دادگاه روسیگی میبخشد و اون امتیازهایی که داده بودند اون را میگه ماند بگیرد برای که اون مسفید است، بخشیدند اون گناههای آدمکشی و فاشیست و
نبیرگان همون مهاجران مهنتی که در یک جایگی با بایان این پلیس حفظ میکردن و فاشیستا را از کوچه های مسکو میبردند همچون اسیران حربی، امروز این پلیس همون هم سلاحان خودشون نبیرهای همونا را در کوچه های مسکو همچون اسیرای حربی میبرند. این مگر شرمندگی نیست؟ این البته قانون شکنی است و تا جایی که میدونیم، تا جای اطلاع داریم، بعد گفتگوی جامعه شهروندی و تشکیلات های بین المللی و عموما جامعه شهروندی خود روسیه، این خیمه ها باید برداشته شوند و کمتر شکل دیگر بگیرد، یعنی در چارچوبه قانونی باید مجازات شوند مهاجران غیر قانونی. اینجا یک چیز دیگر اگر ببخشید گپ بعد طولانی کشید، ولی اگر مثنوی رومی است که همون مرد می آید دروازه در یک مرد دیگر را میکوبد و دروازه میکشد چی مشکلی داری؟ میگه که پادشاه حکم کرد که خرها را زندانی کنند و اون میپرسد تو خر نیستی تو انسانی؟ میگه برای که پادشاه که حکم کرد برای میرشب چی فرق دارد، دم داری نداری میبرند. اینجا با اتهام همون مهاجران غیر قانونی، افسوس که اونایی که قانونی هستند اونا هم عذاب کشیدن در این شبانه روزا. خب چیز دیگر، من در صحبت شما و آقای لشکربک با رادیو آزادی یعنی از رسانه خوندم و اونجا شما و هم لشکربک اشاره کردن به اونه که در مقصد مسکو و من در فدراسیون روسیه کاردهندگانی هستند که اونا به طور قانونی پیشنهاد میکنن، اما جوانان تاجیک برای نداشتن اسنادها صاحب این جای کار نمیگردن. چی هستین؟ یعنی کدوم از کجا پیشنهاد میشه این کار چی کاره؟ درست است. تشکیلات بین الخلقی مهاجرت در یک جایگی با حکومت مسکو یک یارمارکه‌ای جایهای خالی، جایهای کاری برای مهاجران تشکیل کرده است و این در کوچه افتازاودسکای، مترو افتازاودسکای، همون زواد زیل که بود، اونجا هر ماه یارمارکه میگذرونند و از ما خواهش میکنند که ما برای هموطنانمان اطلاعات دهیم که اونجا روند و هر کسایی که اجازتنامه کاری نگیرند اونجا میتونند که اجازتنامه کاری نه مراجعه میکنم، هر کسی از مرحمت بروند با ما مراجعه کنند، میتیم اون سراغش. اونجا جایهای کاری هستند و در حقیقت هموطن، من دو بار رفتم یک گروهی هموطنان رو بردم که با چشم خودتون ببینید، ولی چون در باز یک بار گفته بودم که ترس و بیسوادی مانع میشد، مانع گیری میکند برای قانونی کردن مهاجرای ما، ولی این گناه مهاجرات نیست، این یک فاجعه مهاجرات است، برای اونها اطلاع ندارند. ما از طرف تاجیکستان هم چند بار گفتیم که برای اونها اطلاع داده شود که رفتید در فلان جا فلان کار کنید. امروز هستند، افسوس که مهاجران مهنتی ما که اطلاع ندارند، از این چیزا باوری ندارند، چون اونا میروند به نزد نمایندگان رسمی، از اونا پول طلب میکنند، میان روا پشت در زیادند، چون به جمعیت ها میروند، جمعیت های تاجیک تبارن با اونا معلومات نامه میفروشند یا جزئیات کار با مبلغ هنگفت میفروشند. باوری نمانده است در همین مهاجرای ما. ولی چیز دیگر، در مقایسه با کشورهای دیگر، با اون قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان و کشورهای دیگر، همون آذربایجان و ارمنستانی که امروز مهاجرانشون در فدراسیون روسیه قرار دارن، مبلغی از همه بیشترین، بیش از 3 میلیارد دلار از بله بیشتر، قریب که تگ 4 میلیارد دلار واردی تاجیکستان میگردد. درست است؟ بله به طور رسمی. و حکومت تاجیکستان امروز به حیث نمایندگی کنسول خانه تشکیل کرده است، یعنی در منطقه‌های مختلفی فدراسیون روسیه سفارت در مرکز تشکیل کرده است، خدمات مهاجرت است، تاجیک خارجه کار است، جمعیت‌های ملی که به هر اومدن نماینده حکومتی از اونها خبر میگیرن و صحبت میکنن و یعنی بعضی نقشه گذاری ها میکنن و شما که اینجا هست و قسمت جمعیت‌هایی که مثلا امروز غیر دولتی که از طرف شهروندان تاجیکی اینجا مثلا برپا شدن، چی باید کرد که مقصد همین قسمتی ترس و هراس و همین بیسوادی از میان مهاجران رفت، چون که اینا آبادی اما تاجیکستان هستند؟ ببینید، درست، خیلی درست قید کردید. از روی آمار بانک جهانی گفته می شود که شماره مهاجران تاجیک و عموما در روسیه هم چنین هم است،
در روسیه ما یکی از پیش‌صف‌ها نیستیم از روی شماره مهاجران کره. از ما زیادتر در اینجا من نظر مبلغ را دارم. اینا ما کم هستیم، ولی در انتقال مبلغ در دنیا مهاجران کره تاجیک در جای اولن و شما درست گفتید. این به طور رسمی قریب 4 میلیون که این اعتراف کردند به طور رسمی، ولی از این بیشتر از غیر رسمی وارد میشد و این را همه میدونند. و برای همین کم پس اگر که چنین باشد، در حقیقت شما درست گفتید باید که طرف تاجیکستان همین مهاجران کره خود را یعنی روی دست باید گرداند، باید به اینا احترام قائل باشد که اینا هستند که خیلی جمهوری پیشروی دارد. پس چی باید کرد؟ این خیلی سواد دردناک است. ما پیشنهاد کرده بودم چند سال پیش، شخصا پیشنهاد کرده بودم که همین نمایندگی های زیاده که در اینجا هستند گویا مسئول هستند برای کمک مهاجران مهنتی، از اونها هیچ کمکی نمیرسد به مهاجران مهنتی. پیشنهاد ما چی بود؟ همین مبلغ زیاد را از بودجه کساد تاجیکستان مصرف نکنید، نفرستید اینها را. همگی 4-5 حقوق شناس ادوکات گیرید یک مرکز یوریدیکی تشکیل کنیم در نزد جمعیت که 24 ساعت هر شهروند تاجیکستان غیر قانونی یا قانونی یا غیر قانونی اگر مجازات میشد، همون حقوقدان ها و ادوکات ها چیکار کنند؟ روند به اون منطقه از او پشتیبانی کنند. این منفعتش بیشتر می شود هم برای بودجه تاجیکستان، هم برای مهاجران مهنتی که اونها پشتیبانی حقوقی پیدا میکنند و دیگر اونها میترسند و اونها غیر قانونی رفتار کنند. این یک. دویم بود پیشنهاد که تا اگر ما یک سازمانی تا نفهمند ساختارهای نمایندگی رسمی تاجیکستان در اینجا، تا نفهمند که باید همه جمعیت های تاجیک تبار منطقه روسیه همه در زیر پرچم یک جمعیت میرسیگی، اگر اونا به هم نآیند، یک جمعیت، البته همه اون رو نمیکنیم، حداقل 60-70% اون رو، اون وقت یک جمعیتی توانا. و پیشنهادی بنده چنین بود، گفته بودم اگر که میترسید از اون که اینجا تاجیکا جمعیت خوبه داشته باشند، پس بیاید انجمن تاجیکان و فارسی زبانان دنیا پیوند که رئیسش ایمومالی رحمان است، بیاید فیلیالی همون کشاید اینجا و با دلیل تاجیک بدن ما همه رویم همونجا اعضا شویم تا یک نهاد داشته باشیم در روسیه که هم از تاجیکان روسیه که معرفی کند، هم از مهاجران تاجیکستانی پشتیبانی کند و هم تاجیکستان را همچون یک دفتر یک دولت صاحب استقلال چیکار کند، معرفی کند. خوب دوستان عزیز، بینندگان تلویزیون صفا، اینجا برنامه وقتی که به برنامه ما معین شده بود به پایان میرسد. ما هیئت ایجادی تلویزیون صفا دائما از تمام شهروندانی که امروز در فدراسیون روسیه کار و فعالیت میکنند منتظریم نامه ها را، پیشنهادات را و تا امروز اگر شاید قسمت نیازهای دولتی که در فدراسیون روسیه امروز فعالیت میکنند و قسمت نیازهای جمعیت غیر دولتی که امروز فعالیت میکنند شاید یک منبر نداشتند که به مهاجران مهنتی ما کمکشون رسانند. مسئولیتاً امروز تلویزیون صفا خدمت شماست. ما همه وقت میتونیم هر پیشنهاداتی که دارید صحبت ها خواهیم برگزار کرد تا در آینده نزدیک تاکشاوا آغاز خواهند شد که در اونجا هم طرف مهاجران دعوت خواهند شد، هم طرف خدمات مهاجرت فدراسیون روسیه، هم نمایندگان خدمات مهاجرت جمهوری تاجیکستان کشوری عزیز ما، هم شخصیت های آبرومندی که از جمهوری تاجیکستان امروز اینجا فعالیت میکنند دعوت خواهند شد و این مسئله داغ روز را حل خواهیم کرد ان شاء الله در گزارش های آینده. اینجا من گزارش موضوع روز را به پایان میرسانم. برنامه های تلویزیون صفا ادامه دارند، با ما باشید.